خب با یک آموزش دیگه در خدمت شما هستم. در این آموزش تصمیم دارم نحوه نورپردازی به کمک نورهای IES رو بهتون بگم. خب نحوه کار این نورها چیه و کجاها کاربرد داره؟ این نوری که میبینید در حالت سلکته یک نور IES. خب این نور IES معمولا برای هر نوع منبع نور مصنوعی استفاده میشه. اگه دقت کرده باشید بعضی وقتا یک نورای مصنوعی روی دیوار کار میشه، در واقع یک حاله نوری رو روی دیوار ایجاد میکنه. این حاله نوری ها به کمک نورهای IES ایجاد میشه روی صحنتون. خب ولی بیشترین کاربردش زیر نورهای هالوژنیه که دارید. خب ما میتونیم از خود ویری IES استفاده کنیم و این نور رو توی کارمون ایجاد کنیم. بریم یکی از این نورها رو مثلا زیر این هالوژن ما قرار بدیم، ببینیم به چه شکلی میشه. خب در این قسمت شما میتونید بیایید به سراغ نورها، از این قسمت بیایید بذارید روی ویری. نگاه کنید ویری خودش یک نور ویری IES رو داره. من روش کلیک میکنم تا فعال بشه. اتوگرید رو بزنید که بتونید از روی یک سطح این نور رو قرار بدید. فرض مثال من این رو میگیرم، کلیک چپ رو رها نمی کنم و میارمش پایین. فرض مثال میخوام اینجاها قرارش بدم، یه حالتی به این شکل داشته باشه که پرتو نور من بیاد به سمت این کتابخونه ای که دارم. خب موو رو روش فعال میکنم، میارمش پایین و میذارمش در واقع زیر این هالوژنی که دارم. به این شکل خیلی راحت ما تونستیم این نور رو قرار بدیم. خب بریم پارامتراش ببینیم پارامتراش چیه. الان این نور داره از خودش، ولی ما میخوایم پرتوی که ما میخوایم رو داشته باشه. حالا این پرتو از کجا میاد؟ شما کافیه یه سرچ کنید توی گوگل و مجموعه فایل IES رو دانلود کنید که انواع و اقسام پرتوهای نوری رو داره. اوکی، من میرم به پارامتراش. خب به طور کلی من پارامتراش رو براتون توضیح بدم. خب گزینه اولی که میبینید برای فعال بودن نور. من الان این تیک رو وردارم دیگه در واقع پرتاب نوری نداره و این نور برامون خاموش میشه. گزینه دوم رو میبینید Enable Viewport Shading. در واقع کارش اینه که من اگه این تیک رو وردارم، پیش‌فرض تیکش داره، من اگه این تیک رو وردارم وقتی میرم روی مود در واقع ریالستیک، در واقع دیگه سایه، دیدید روی این حالت میرید کلا سایه است. من اگه این تیک رو بذارم دیگه این نور من سایه نداره که توی حالت ریالستیک میبینیم. بعد در واقع میتونید اصلا درگیرش نشید، بذارید رو حالت پیش‌فرض بمونه، کاری نداریم باهاش. گزینه بعدی حالا برامون اهمیت داره تارگت دیگه. تارگت نور ویری IES مونه. این تارگت مونه که حالا زاویه پرتاب ما به این سمت. من اگه این تیک رو وردارم دیگه تارگت نداره نور من. و مهمترین بخش IES فایل. از اینجا شما باید بیایید فایل IES رو آپلود کنید، بیارید اینجا قرار بدید. اوکی، من میام اینجا، حالا مثلا این نور رو من قرار میدم. این یک پرتو نور و یک شکلی از پرتو نور که بیاد به سمت جسم من بتابه رو برام شبیه سازی میکنه. میگم حالا مجموعش رو دانلود کنید. عکس رو هم داره که هر کدوم از این IES ها در واقع چه شکلی از پرتو رو داره. گزینه بعدی که مهمه، خب روتیشن ها که دیگه مشخص کاربردش چیه. میاد قسمت کاتاپ. مثلا شما یک عددی که اینجا تعیین میکنید در واقع میاد آستانه شدت نور رو مشخص میکنه که مثلا کمتر از مقادیری که ما اینجا تعیین میکنیم رو دیگه محاسبه نمیکنه. این برای کجا کاربرد داره؟ برای اینکه تعداد زیادی نور در صحنه داریم. گزینه بعدی که ما میخوایم راجع بهش صحبت کنیم Use Light Shape. در اینجا چیکار میکنه؟ در واقع اینم به طور پیش‌فرض روشنه، ولی اگه خاموشش کنید سایه های شارپ‌تری به ما میده. حالا اگه روشن باشه بر اساس اون شکلی که به نور دادید برای محاسبه سایه ها به کار میره. اوکی، پس این رو ما میذاریم روی همین حالت بمونه. و قسمت بعدی که باز برای ما دارای اهمیت میشه در واقع قسمت کالر مود رو. شما میتونید رنگ نور رو مشخص کنید که چطور پرتو نورتون به چه رنگی باشه. مثلا میخواید نور زرد باشه، نور سرد باشه. حالا این رو در واقع ما توی رندر نمیبینیم، ما در واقع نوری که از هالوژن میاد رو میبینیم و این پرتو روی دیوار. یعنی در واقع این نوریه که ما داریم در واقع تنظیم میکنیم برای هالوژن خودمون. اوکی، پس روی حالت کالر شما میتونید
در واقع بیاید و رنگ نور رو مشخص کنید. اگه این رو من روش کلیک کنم و بذارم روی تمپریچر، در واقع میاد چیکار میکنه؟ شما میتونید بیاید سردی و گرمی کار رو از اینجا با این عدد تنظیم کنید که مثلا رو به سرما بره یا رو به گرما بره. ما به این هم کاری نداریم و میذاریم روی همون حالت بمونه، فقط میاریم میذاریمش روی کالر. میگم اگه خواستید میتونید بهش رنگ بدید. و گزینه بعدی برای تنظیم شدت نورتونه، در واقع شدت نورتون رو تنظیم میکنه. الان روی این در واقع روی 2200، حالا 2100 رو ما میتونیم براش در نظر بگیریم. شما تست رندر میگیرید توی کاراتون، میبینید که توی چه مقداری میتونه نور خوبی رو بهتون بده، تنظیم میکنید. این کلیات نور ویری IES که با کمک یک فایل IES ما اومدیم پرتو خودمون رو مشخص کردیم، شدت نور رو از قسمت اینتنسیتی ولیو اومدیم تنظیم کردیم و شدت نورمون رو از این قسمت تنظیم کردیم. راجع به رنگ رو هم باهاتون صحبت کردیم، نحوه سایه ها رو هم گفتیم و این کلیات نور IES. حالا برای هر نوع نور مصنوعی توی فضا کاربرد داره و اینکه خب بریم یه تست رندر بگیریم ببینیم چه اتفاقی قراره بیفته. و رندر رو میزنم تا از صحنه‌ام یک تست رندر بگیر. باید اجازه بدیم رندرمون تموم شه تا ببینیم در نهایت چطور میشه صحنم. خب میبینید که چه رندر خوبی رو تونستیم بگیریم. حالا چون خود منبع نور در واقع IES از دیوار فاصله داشت، این حاله نوری روش ایجاد نشد، ولی این خط رو باز شما میتونید توی این کار ببینید. امیدوارم از این آموزش لذت کافی رو برده باشید.